ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمخلوف. قسم پنجم، گفتار 136. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. چون نصرالله قشبیگی از حاضرین جوابی ها این عینیست را شنید، اشاره کرد. مأموری مرا در پشت خود برداشت، دیگری دو دستی مرا از بالای کتف این مأمور به گردن پیچانده نگاه داشت، دیگری دو پایم را از میانه دو پای این مأمور گذرانده نگاه داشت، پیراهنم را به گردنم پیچانده پشت مرا برهنه کردند. در این حال چشمم به عبادالله مخدومی مدرس وکیل اهل بلوا افتاد. و من گفت: دیدی شریعت چگونه میزده است؟ این خدا بی خبر فتوای خودش نوشته را شریعت نبوی قرار داده است. مضمون فتوا حکم به بغی و عصیان ما به امیر بود. امیر فرمان نشر کرد. فرقه در مقابل آن اظهار تشکر و شادمانی کردند. فرقه دیگر ما این فرمان را نمی خواهیم گفتند. عجبا، کدامی این دو فرقه اهل بغی‌اند؟ کدامی این دو فرقه به امیر عصیانکارند؟ اگر به حکم آن فتوا عمل کرده شود، کسانی را که بلوا کرده اجرای فرمان را نمی خواهیم میگویند، مستوجب زجر و جزایند. یکی از پیشروان این فرقه خود عبادالله مخدوم بود، اما فقیر به هیچ کدامی این دو فرقه داخل نبودند. دیدیم که عبادالله مخدوم به اشارت ضمنی حکومت به این کار اقدام کرد. پس در روز قیامت در پیش حاکم مطلق چی جواب خواهد داد؟ به این حرکتی که شریعت مقدس نبوی را سوی استعمال کرد، فردا در روز عرصات به بازخواست حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی عذر خواهد پیش آورد؟ بس است به شریعت نبوی این قدر بازی کردن. کفایه است احکام دین مبین را این همه اسباب هوسات نفسانی و واسطه جاه و منصب دنیای فانی نمودن. ای زاریمان، زود است که در محکمه الهی حاضر می شوید. در آنجا هیچ تلبیس به کار نمی رود و حاضرین آن محکمه فریب شما را نمی خورند. مابینی را در آنجا راه نیست. از آن روز اندیشه کنید. عوامی بیچاره را اینقدر
در ضلالت ناندازید. اندیشه کنید از آن روزی که به هر کدام کردار و گفتارتان جواب خواهید داد. بلکه چندی نمی گذرد که در همین دنیا نیز پرده از روی کاری شما خواهد افتاد. به تاریخ اسلام یک نظر اندازید، آن همه زجر و ظلم را به حق حضرت امام اعظم و امثالشان رضی الله تعالی عنهم، ملایان معاصرشان به دست حکام آن عهد از نام شریعت اجرا کرده بودند و آنها نیز مثل شما خودشان زده شریعت زد می گفتند. با اندک فرصت پرده از روی کار افتاد و فاعلین آن کردار را تاریخ به نفرت یاد می کند. وقتی که پشت مرا برهنه کردند، از دو طرف دو مأمور که میری غضبشان لقب است چوب به دست گرفته به قوتی تمام از بالای شانه تا زیر میان به تخت پشت می زدند. درازی چوب به قدر 1.5 آلچین، غلظتش به قدر انگشت بزرگی پای بود. چوب از جنس الغی بود که در متانت مثل آهن است. علاوه بر این از دو طرف و از بالای سر سایرین با مشت در سر و گردنم می زدند. در این حال نمی دانم خوشبیگی بود یا کسی دیگر سخت زنید گفته امر کرد. گیریم که چوب به امری امیر می زدند. نمی دانم این سخت زنی ها و با مشت زنی ها به امری کی بود. هرچند وجه او درد طاقت گداز بود، طبیعی مرا یارای فریاد و فغان نبود. علاوه بر این پیش این گروهی ظلمه اظهاری تذلل کردن را از شیمه انسانیت دور می دانستم. چون گمان غالب ترک حیات کردن بود، به قدر قوه سرًا کلمه شریفه توحید و شهادت را که رفیق آخری روزی واپسین است تکرار می نمودم. عدد ضرب را از اول نشمرده بودم. یک وقت مستحضر شدم که زاریب آلت میش بیش می گوید. بعد از این تا 75 شمردم. بعد از اجرای ضرب چوب باز مرا با دست و مشت زده آورده در محبس اول انداختند. محبوسانی کهنه اکثری از این قسم ضرب خورده و مضروبی بسیاری را دیده تجربه آموخته بودند، به دوای مجرب خود شروع کردند. علاج ایشان از این قرار بود: به بالای بریا حسیر مرا پشت به زیر، یعنی جراحت را ملاصق به بریا کرده خواباندند و حرکت نکردنم را توصیه فرمودند. نظر به تجربه ایشان یگانه دوای ابتدایی این گونه ضرب همین خواباندن به بریا بود. در واقع احتمال اساساً این کار نافع بودگی است، لیکن بریایی که در این محبس بود به غایت کهنه و چرکین، به خون صدها امثال ما مجروحین مظلوم آلوده شدگی بود.
به ضمن این پلاس آن همه محبوس نیز چندین سال باز همین بوریا بود. بنابراین باید که رسیدن اینقدر افلاسی به جراحت مضر باشد. معذالک از غیر این چاره نبود. خودم را تمام به حمایت حمیت مشفقانه محبوسان تسلیم کرده بودم. معلوم است که هر سال صدها آدم مثل ما به جزای ضرب چوب حکومت بخارا گرفتار می شوند. لیکن تا من و ایشان فرق بسیار بود. اول ایشان مردمانی تنومند، ادمان یافته و ریاضت بدنی را بسیار کشیده و گرم و سرد روزگار را در شهر و صحرا به گرما و سرما از سر گذرانیده و بدنشان خیلی سخت و متین شده بودند. اما من یک عمر به مدرسه استقامت کرده، در حجره مرطوب بدهوا عمر گذرانیده و ریاضت بدنی نکرده، به این سبب پوستم تنک و گوشت بدنم نرم بود. دوم، هرگاه که به ضرب محکوم شدن متهمان دیگر با آدمان خوشبیگی معلوم می شود، به صاحبان آن محکوم معلوم می کنند. ایشان پیشتر پاره و رشوه داده، از یساولباشی خوشبیگی تا توپچی باشی و میری غضبان را به تخفیف ضرب آماده می کنانند. پس در وقت اجرای ضرب آنقدر شدت اظهار نمی کنند. اما مرا معلوم بود که تا ممکن است به شدت می زدند. حتی به چوبهای رسمی قناعت نکرده، به دست و مشت نیز می زدند. غرض هر واحدی مأموران حکومت اهلاک ما بودن صریح بود. اگر غرض اهلاک نباشد، خوشبیگی که در آنجا حاضر بود چرا غیر رسمی زدن را منع نمی کرد؟ با دست و مشت زده جنایت را در بالای جنایت می افزودند. خوشبیگی سکوت می کرد و شاهد امر این فاجعه کبرا بود. خلاصه به اسبابی که بیان یافت، پوست و گوشتهای بدنم پارچه پارچه از هم جدا شده بود. از هر نقطه بدن خون جریان داشت. حتی بعضی استخوانها نمایان گردیده بود. به این حال مرا در بوریای موصوف خواباندند و در تحت سرم خیشتی گذاشتند. چون سرمازدگان بدنم به شدت می لرزید. در بالایم برای تخفیف برودت و حفظ حرارت محبوسان لباسهای کهنه خودهاشان را انداختند. لیکن از شدت درد نفسم در تضییق افتاده، اختناق در مجرای نفس پیدا شد. در این حال به خاطرم بعضی تدبیرات صحی رسید. محبوسان را فرمودم دو دست و دو پای مرا به شدتی تمام پخش کرده تاب دادن گرفتند. به واسطه این ادمان فی الجمله حرکت در خون و حرارت در بدن پیدا می گردید. به این عملیات تقریبا نیم ساعت دوامت کردند. راه نفس فی الجمله کشاده گردید و قوتی چشم کشادن نیز پیدا شد. دیدم که بیچاره میرزا نظرالله که
بعد از من زده آورده بودند در اختلاج است. مثل من نفس این شخص نیز در تضییق افتاده خیلی ضعف پیدا کرده است. به محبوسان گفتم اکنون مرا به حال خود گذاشته میرزا نظرالله را ادمان کنید. خلاصه بعد از قدری ادمان کردن میرزا نظرالله نیز چشم گشاد، اما ضعفش از من زیاده تر بود. محبوسان از نقدی که به ایشان داده بودم قدری شوربا آورانده به من 1-2 قاشق خوراندند. به این سبب فی الجمله حرارتی بدن قوت گرفت، اما میرزا نظرالله از کمال ضعف آب شوربا خوردن نتوانست. فراریان در کاگان. چنانچه در بالا بیان یافت، اکثر ترقی پروران به مجردی وقوع اختلال و غوغا به کاگان فرار کرده بودند. چون خبری شدتی بلوا به کاگان رسید و سختگیری حکومت معلوم گردید، فراریان کاگان برای تسکین فتنه و تخلیص ما گرفتاران به الچی خانه مراجعت کردند. الچی میلر بعد از آن که برای نمایش کردنشان ترقی پروران را تقدیر نمود گفت: اختلال به تدبیر حکومت بخارا تسکین خواهد یافت. در این خصوص من به حکومت بخارا توصیه نمودم به تشبسات دیگر احتیاج نیست. لیکن ساعت به ساعت شدت حکومت بخارا زیاده می گردید. حتی خوشبیگی به کاگان به مأموران خود امر فرستاده توقیف فراریان را طلب کرد. از بس که کاگان بیزداد به حمایت حکومت روس و حل عقد کاگان به دست مردکار و عسکری روس بود، مأموران خوشبیگی به توقیف فراریان جسارت نکردند. شب شنبه فراریان به اتفاق اهالی کاگان در سمرقند، تاشکند و کرکی احوال را معلوم کرده عسکر طلب کردند. در همه این تشبسات میلر و اتباعش مانع بودند. حتی 1-2 تلگراف طلب عسکر را از تلگراف خانه ضبط کردند. هر قدر که فراریان و اهل شهر کاگان به تاشکند و حامت حال را معلوم کرده عسکر طلب می کردند، میلر نیز ساعت به ساعت خاطر جمعی گفته تلگراف داده سبق عسکر هیچ لازم نبودن را معلوم می کرد. از همین حرکات میلر و شولکه معلوم می شود که ایشان در تنقیل ترقی پروران و اصلاحات خواهان با حکومت بخارا اتفاق کرده بودند و الا تشبس جزئی الچیخانه مانع توسعه اختلال و سبب به حساب کار کردن حکومت بخارا می گردید. والحاصل به نتیجه تشبسات فراریان و اهل شهر کاگان صبح یکشنبه از سمرقند
یک فرقه عسکری روس به سرکردگی گنرال کلچانف و به رفاقت یک دو نفر نمایندگان مسلمان و روسی شهر سمرقند وارد شدند. برای دخول عسکری روس در بخارا اذن و اجازه الچخانه لازم بود. میلر تا ساعت 9 روز دری خود را نگشاد و کسی را به حضور قبول نکرد. خدمتکارانش به خواب است گفته جواب می دادند. چون خبری سختگیری های حکومت بخارا شیوع یافت و توقیف چند نفر را از بخارا به کاغان با تلفن خبر دادند، تکرار متشبثان برای تسکین اختلال به میلر مراجعت کردند. میلر این دفعه از خواب برخاسته با حکومت بخارا با تلفن مخابره کرده، تسکین یافتن اختلال را خبر داده، متشبثان را اقناع کرد. حیفا که این خبرها همه ساخته و بافته حکومت بخارا و میلر بود، زیرا در بخارا ساعت به ساعت آتش فتنه زیادتر اشتعال می کرد. امیر خوشبیگی و سایر مأموران حکومت به تنکیل و دفع اصلاحات خواهان قرار داده بودند. برای توقیف یک ضرب یک کس، این ترقی پرور است گفتن دشمنی کفایه بود. حتی یک رنگ لباس آزاده تر و کمزول پوشیدگی ها را توقیف می کردند. اهل بلوا هجوم کرده می زدند. حکومت مصنف را از غجدوان آورده به ریاست بخارا نصب کرد. اهل فتنه قاضی میرزا محمد شریف قاضی کلان را در نظر امیر و خوشبیگی زده تحقیر کرده. حکومت چیزی نگفت. حکومت از سرکردگان موی سفید به تهمت اصلاحات خواهی حاجی محمد دادخواه، میرزا صحبا و میرزا عبادالله حاکمی معزول کتاب را نیز روزی یکشنبه آورده به تحقیرات تمام حبس کرد. این خبرها هر زمان به کاغان می رسید. آخر خبری ضرب دیدن فقیر و میرزا نظرالله نیز رسید. دیگر متشبثان به وعده های اقناعکارانه میلر اعتماد نکردند. دخول عسکر و تخلیص گرفتاران را مصرراً از میلر طلب کردند. این دفعه میلر به تشبث جدی مجبور شده با نمایندگان شهر سمرقند و کاغان و به رفاقت شولک نایب خود با عده قزاق روس در بخارا آمده تخلیص گرفتاران را از حکومت بخارا طلب کرد. عسکری روس نیز از کاغان به وگزل بخارا آمده منزل نمود. این بود که ساعت 4 روز یکشنبه بعد از پیشین، در وقتی که ما به حال تباه در محبس بودیم، دری حبسخانه گشاده شده مأموران حکومت بخارا بیرون برآمدن ما را طلب کردند. چون از حبسخانه به دالان راهروی ارک برآمدیم، چند نفر محبوسین را از خانه‌های دیگر نیز برآورده بودند. جمع محبوسین حاضرین اینها بودند: میرزا عبدالرحیم مدرس، عطاءالله خواجه، قاری ضیاءالدین، احمد نعیم، حاجی عبدالواحد ساعت ساز، حاجی میربابا، عبدالرسول،
مرتضی خواجه، میرزا نظرالله و فقیر. چند نفر محبوسی که معلوم الحال نبودند ایشان را از همان جا ترخیص کردند، اما 10 نفری مذکور را در فایتونها سوار کرده همراه عده قزاقیروس و عسکری سواری بخارا با چند نفر مأموران قشبیگی و نمایندگان شهر سمرقند و کاغان از ریگستان به دروازه قواله آوردند. چون عرابه های ما گرفتاران در میدان وکزل و محاذی امارتی که پیش از این در آنجا اداره ضبطیه روس بود رسید، نمایندگان شهر کاغان از مسلمان و روس با علمهای سرخ آزادی استقبال کرده با نطقهای بلیغ آتشین تبریک نموده تخلیص ما را تبشیر کردند. مأموران حکومت بخارا و تماشابینان که تا آن وقت از اصلی مسئله بیخبر بودند و گمان می کردند که ما را به جزای نفی یا اعدام می فرستانند متحیر ماندند. ما نیز در تخلیص خود این وقت اطمینان پیدا کردیم. به همان قدر فاجعه و مصیبتی که امروز از ساعت 7 تا ساعت 4 به سرم آمد، روحاً و جسماً چقدر متأثر و متعلم شده باشم هم تا این وقت آثاری جزع و فزع از من صادر نشده بود. نه به سخن نه به نگاه از کسی امداد نخواسته بودم. در همه آن احوال فجای اجتمال و خداوندی صبوری متعال ربط قلب کرده خودداری و شکیبایی می کردم. چون خداوندی کریم بعد از آن همه شدت به یک باره به این گونه فرج رساند، در مقابل رأفت الهی خودداری کردن نتوانستم. آبی چشمی که به تأثیر شدت علم و تضییق برودت معامله وحشیانه و ظالمانه ناموس شکنانه ارباب حکومت بخارا در اعصاب منجمد شده بود، به تأثیر حرارت رفق و رأفت مستخلصین رقت روی داده چون فواره جاری شدن گرفت. لیکن این گریه تعلم نبود، بلکه گریه شادی و ترجمان حالت تشکر و اطمینانم بود که از ادای آن زبانم قاصر و لال می نمود. شما گفتار 136 را از روی اثر نویسنده بزرگ توجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.